کووید-19 در چشمسار نیست. چشمسار جماعت دهاتی دوردستترین ناحیه باباجان غفورов میباشد. از مرکز ناحیه 40 کیلومتر دور جایگیر شده است. در منطقه های کوهی حالت اپیدمیولوژی در این موضع خوب است، چون که تا امروز کرونا ویروس به قید گرفته نشده است. تنها 3 حالت التهاب شش آشکار شده است و سرایت یافتگان بعد تبابت صحت گردیدند. حالت فوت نیز به قید گرفته نشده است. در جماعت ما 12300 نفر اهالی زندگانی نموده، در بیمارخانه 4 نفر دکترای عالی درجه کار فعالیت میبرد. در بیمارخانه ما دکتر مامدویا نمیرسد و کادرای ما سن سالشان حاضر رفته ایستاده است. در دولت‌های روسیه دوشنبه جوانان تحصیل کرده، آینده ما کادرها که تامین میشویم. نوبسته از نبودن بیماری سیرویتی کرونا ویروس در این منطقه مرکزی سلامتی چشمسار اصول خانه به خانه را تشکیل نموده از وضع سلامتی ساکنان دهه همه روزه تا 2 مرتبه آگاه می شوند. این تشبث از آخر ماه اپریل تا امروز جریان دارد. هدف آن هرچی زودتر دریافت و پیشگیری نمودن کووید 19 است. در طول 1 سال زیادتر در جماعت ما بیماری های سرایتی عموما اگر گیریم، چه بیماری زرپروین، چه دلروی شدید یا اینکه شکمروی شدید، از جمله در ما کرونا ویروس دیده نمی شود. زیرا تمام کارمندان ما از مرکز سر کرده تا بنگاه های سلامتی هر روز خانه به خانه گشته درباره کرونا ویروس که امروز تمام دنیا را فرا گرفته است و اینچنین در تاجیکستان ما نیز دیده می شود، گشته به هر یک خاندان می فهماند پیشگیری کسلی کرونا ویروس که امروز این یک وبای را تشکیل می کند. ما وظیفه اساسی ما فهماندن به خلق از آنکه به تازگی رعایت کند، دستا را شوید، نقاب پوشد، به جایهای جمعیتی کم رود و مسافه گفتگوزار را از 2 متر نزدیک نکند. دهه ها در جماعت دهاتی چشمسار در منطقه های کوهی جای گرفته است. مسافه آنها از هم دورند. دهه دورترینش دشت کلان می باشد که از مرکزی چشمسار تا رسیدن باید 25 کیلومتر راه طی گردد. این است که در این منطقه با خواهش بیماران و دکتران کاروان سلامتی تشکیل کرده شده است. هیئت کاروان از کارمندان طب عبارت است. آنها در 1 ماه تا 2 مرتبه دهه به دهه گشته وضع سلامتی ساکنان را از نظر می گذرانند. تمام متخصصان آمده چی در مرکز و در بنگاه های طبی بیماران را قبول میکنند که این بسیار برای پیشگیری مثال کسلی های چی زنانه، چه کسلی های دل و گوش و گلو بسیار به ما مدد میرسانند که تشکر خود را ما اظهار میکنیم. چشمسار مشکل‌های به خود خاص دارد، از جمله احتیاج به متخصصان بلند تجربه در ساحه تندرستی به میان آمده است. در این منطقه همگی 5 دکتر برای 12227 نفر که از 29 دهه‌های خرد و بزرگی چشمسارند خدمت می‌رسانند. این دکتران اساساً عائلوی و دکتران بیماری‌های درونی میباشند. ساکنان اگر بیمار شدند به بیمارخانه‌های دهه و ناحیه‌های نزدیک سرحدی می‌روند، از دردشان شکایت می‌کنند. در اینجا شدت کاری عموما نمی رسد، کم است. از این نظر ما تمام بیمارانی که مثال با کسلی های مثال دل، با کسلی های گلو، گرده، چشم که محتاج به یاردم متخصصان هستند به مرکز میفرستانیم. 1 بیمارخانه منطقوی، 2 مرکزی سلامتی، 9 خانه سلامتی و 2 نقطه طبی در جماعت دهاتی چشمسار فعالیت میکند. نارسایی کادر در این جماعت مسئله دیگر می باشد که در گزارش منبعی برنامه اطلاعاتی آماده و پخش می نماییم. گزارش مفنشکور و نسیم جان رحیمов برای برنامه اطلاعاتی خبر.